من سلیمان محمود خوجه ساکن شهر اسفره جماعت دیوتی نوگیلیم سابقه‌دار مهنت فرزندم نصرالدین صاحبخان سال 2010 با همراه شوهرش به روسیه برای کار رفت با 3 فرزندش. بعدتر از آنجا ما بیخبر پاکستان رفته است. از پاکستان وای برفته است، افغانستان برفته است. اگر من دیده باشی من از تو التماس میکنم، خواهش میکنم همچون پدر که من کسل شدم از پیش شما، دستم لرزیده شد، نیرو هوا شد. اگر اینکه فرزندی من باشی نبیاری من باشی کشته بیا. پسرم عبدالرحیم، من یک نوار دیدم که همونجا تو اشتراک کردی، خون افغانای ریزاندی، نخواد مسلمان کشد. اگر اینکه تو طرف این خیل باشه که طرف تاجیکستان تیر پرادی من تو را آق میکنم. تو بیا، زندگی همون ناز، خانو دران ناز، تو شما به جا گرفته ماندگی، بیتان ناز زندگی کنیتان. صاحب بخان من تو نان حلال ختی کلان کردم، به وای رساندم، شوهر به دادم. و من توی تروریست شوکتگیم نبود، دختره که نقش فر بچه نقش آینده تاجیکستان با کار کنیم تا وقت زندگی بکر بودم. اگر که تو همین کارو با بچه تا مانیه کرد توی هم دختری من نیستی، من توی آخرم. اگر نخواهیتون تاجیکستان آمدن، نخواهیتون اگر خیلی رویتون همون رسیه برویتون، دیگه دولت ها برویتون، افغانستان برویتون. یک طرف تیر پرانید تو سوی تو هم یک هست دیگه تیر میپراند. آدم های کشتگی هاتون پدر مادر دارد، فرزند دارد، هم یک روز قصد قیتن نمیکنند، قصد قیتن نمیکنند و توی کشد، پدرت کشد، مادرت چی میشد، اکاهات چی میشد. عقلت کار فرمو. تو فقط میگویی که من خانساسی هم اما که دیگه کارام مشغول بودی. اگر که تو همیشه کارم نگردی من تو بابا نیستی، من تو فرزندی من نیستی. مادرت بهم رسان، مادرت بهم گو، پدرت بهم گو، من این فرزند ندارم. من سلیمان و اشمار خان مادری نصرالدین و صاحب خان تو این تینکر اونجا هنده نگرد بچه هات کتی، بچه هات گرفته گیران بیا، ما دیقه پشتی تو همه ما اینجا دیقه دادات دارن. اگر نواره بیان اگر دادات حالشان بیان نخواد که آدم هم تیشه بعد پدر و مادر به بیا رحمانی هم تی کارای کمتان بچه هات و رستم خواجه نبیان اگر تو بچه هات گیرو خیز و بیا. تو پدر و مادر داری، تو همون جهان چیزی کار می‌کنی، مواد شب دو رستم خواجه یگان کس یگان وای کنه تو اونجا نگو جان ده میمانی سانی تو بیبی دادا تو اگو جا میاوی سانی بیا اون بچه ها دگیرو بیا دخترم تو قیدی ما ازیق نکن خیر ما هم تی نخیر که همه خیر حالتان دیستیم ما. عبدالرحیم پسرم بید اینجا بر شما چوب اونجا رو اینتیگری میگردید خونای بیهوده و های ریزان ده افغانان ده و ها پدر و مادراشون های شما چوب اینتی میکنید. ما شما چه قدام نیتا کدی کلا کدی که بودید نخواست شما رفت خونی همه جنگ افغانای و این کنید پسرم. عبدالرحیم من نوار همین ماه گذشتگی دیدم تو نخواد که همتی آدمای کشتاسه باشی تو چوبه این تیم بیه رحمی کری این تیم کارای کری با همه آدمای کشته الله اکبر گوستاستان تا مسلمانگیری این خیل نشده از پسرم آدمی خیل نمیشه. اگر هم تو مان که جاشن منو بوابات تو تقاهات باشیم چیزی همیشه همون تیر ما به میپرانی میسانی تو این کارات نزنی اول راحت گر اگر همون عراق نگردی و همون کار به دوام دادن گیری من راضی نیم من دیگه بیوی نگوه بوابات دیگه بوابا نگوه دیگه گم نزن ما با عبدالرحیم خوجه ما حاضر من این نواران که نوار دیدیم جینا ما توی آوچات بوابات نخواد به همین امید کلام کرده باشن که تو روی و خیلی آدم کشی کنی جینا مخیر و کارهایی که شما اونجا کرده ایستادتان رفتارهایی که کرده ایستادتان جنم و اروی دینی مبین اسلام آدم این خیلی کارا نیست. بچه جوان اینجا با بواد بیوید می اپشتی شما من این پیر شدن از تلامتی هاشون باید داستیان تو شما با امید با این مقصد این بواد کلام کرگیشان یه بیویتا بواد هم بواد می آیت می نانی حلال داده کلام کرگی تو بیا جنم می اوکاهاتا بیان می اینجا بیا می دولت ها ما
نقش شدگی شرایط بهتر شدگی می اینجا بیا خان می اپهات بیان می اوکاهات بیان می حاضر آنخان بیان خانداست دوشا هم بیان در تو باشی اونجا این خیلی گشتی جینا بیا کار کن راهی ناز برا عبدالرحیم نخواد که تو ما توی با همین وای کلام کرده باشیم که با من این مقصد آشتو بابات کلام کرده تو رفتی تروریست شوی و دستت به یراق گیری و آدم کشی کنی بابات تو بیویت سرخم کراسی تو پیشی هم میقه خلقنده بابای تو چخیل آدمی به آبرو من بودم بابات همه میشینا و سر نوگلی من داخل می نواران ما دیساسیم تو آخی دیساسیم تو چخیل رفته آدم کشت داستان شما بجای این یراق قبیدن آخی بیا مکتب خان کار کن بهنت کن می آچتو بابات به یاردم کن آچتو بابات به نگاه کن ثواب گیر جینا عبدالرحیم نخواد آخر انسانگیری مردگیری همین خیلی باشه گرد این خیلی کارات بیا من این دولت ها ما شما خدا خواهد میبخشد عفو میکند اونجا این خیلی که سرسان شده بی سر و سامان نگرد عبدالرحیم ها بیا میگوییم توی گپی آخران تو با همین که اگر تو همین کارهای اونجا همین خیلی کارهای تکرار کرده باشی و همین کارات تکرار کرده باشی تو برای ما همچون فرزند نیه